به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. محکم در آغوش هم بگیر. 7 گفتگو برای یک عمر زندگی با عشق. نویسنده دکتر سو جانسون و مترجم سمانه پرهیزکاری هستش. مقدمه طولانی داره که من فاکتور میگیرم و از بخش اول به نام دریچه‌ای تازه به عشق شروع میکنم به خواندن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. عشق یک دیدگاه جدید انقلابی. ما در پناه یکدیگر زندگی می‌کنیم. عشق شاید پرکاربردترین و قدرتمندترین کلمه در زبان انگلیسی باشد. ما کتاب‌های قطوری درباره‌اش می‌نویسیم و در وصفش شعرهایی می‌سراییم. درباره‌اش ترانه می‌خوانیم و برایش دعا می‌کنیم. برایش می‌جنگیم و مقبره‌هایی برایش می‌سازیم، مثل تاج محل، یا مثلا براش می‌جنگیم هلن رو در تروا ببینید. با وجودش سر به فلک می‌کشید. عاشقتم و با نابودیش از عرش به فرش می‌رسیم. دیگه عاشقت نیستم. بی حد و اندازه درباره‌اش فکر می‌کنیم و حرف می‌زنیم. اما عشق واقعاً چیست؟ دانشمندان و پزشکان قرن‌هاست که با تعاریف و ادراکات در این باره دست و پنجه نرم کردند. برای بعضی از ناظران بی‌عاطفه، عشق اتحادی است که برای دو طرف سود دارد و بر پایه لطف‌هایی است که رد و بدل می‌شوند و یک چانه‌زنی بدبستانی است. بقیه که به پیشینه عشق بیشتر توجه می‌کنند، آن را به عنوان یک رسم اجتماعی احساسی می‌بینند که توسط شاعران قرن 13 فرانسه به وجود آمده. زیستشناسان و انسانشناسان عشق را یک استراتژی برای اطمینان از انتقال جن و تداوم زاد و ولد می‌دانند. اما برای بیشتر آدم‌ها عشق احساسی، مرموز و مبهم بوده و هنوز هم هست. احساسی که می‌گذارد توصیفش کنیم، اما زیر بار تعریف خاصی نمی‌رود. در دهه اول قرن 18 بنجامین فرانکلین که دانشجویی دانا در حوزه‌های مختلف بود، فقط توانست تصدیق کند عشق قابل تغییر، ناپایدار و تصادفی است. کمی اخیرتر مریلین یالوم در کتاب دانشمندانه‌اش درباره تاریخچه زن به عنوان همسر شکستش را پذیرفت و عشق را ترکیب سرمست کننده رابطه و احساسی که هیچ کس نمیتواند تعریف کند نامید. توصیف مادرم به عنوان یک گارسون انگلیسی از عشق 5 دقیقه بامزه بود که اگرچه کمی عیب‌جویانه است، اما میتواند درخور باشد. با این حال امروزه ما دیگر نمیتوانیم عشق را به عنوان نیرویی مرموز و فراتر از بینشمان تعریف کنیم. عشق زیادی مهم شده. به هر حال در قرن 21 یک رابطه عاشقانه به رابطه احساسی مرکزی در زندگی بیشتر آدم‌ها تبدیل شده. یک دلیلش این است که ما به شکل فزاینده‌ای در انزوای اجتماعی زندگی می‌کنیم. نویسنده‌ای مثل رابرت پاتنم در کتابش به نام بولینگ به تنهایی اشاره می‌کند که ما دچار فقدان خطرناک سرمایه اجتماعی شده‌ایم. این عبارت در سال 1916 توسط یک معلم ویرجینیایی اختراع شد که به کمک مداوم همدلی و معاشرتی که همسایه‌ها برای هم داشتند اشاره می‌کرد. اکثرمان دیگر در اجتماعات حمایتگر با حضور خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده‌ایم یا دوستان صمیمی دوران کودکی زندگی نمی‌کنیم. ما ساعات بیشتر و بیشتری کار می‌کنیم، مسافت‌های طولانی‌تری را طی می‌کنیم و بنابراین فرصت‌های کمتر و کمتری برای شکل دادن روابط نزدیک و صمیمی داریم.
معمولا زوجهایی که در کارم میبینم در اجتماعاتی 2 نفره زندگی میکنن. بیشتر افراد در پیمایش 2006 بنیاد ملی علوم اظهار کردند که تعداد افراد موجود در دایره محرم اسرارشان رو به کاهش است. شاعر ایرلندی جان اودونوهو این اتفاق را اینطور توصیف می‌کند: تنهایی عظیم و سربیرنگی وجود دارد که مثل زمستانی یخی روی انسان‌های زیادی سایه می‌اندازد. حالا به ناچار از افرادی که عاشقمان هستند تقاضای ارتباط احساسی و حس تعلقی را داریم که مادر بزرگ من میتوانست از کل یک روستا به دست بیاورد. این ترکیب جشن عشق رمانتیکی است که فرهنگ عامه ما پرورش داده. فیلم‌ها در کنار سریال‌های تلویزیونی و نمایش‌ها ما را با تصاویری از عشق رمانتیک به عنوان رابطه‌ای بی‌عیب و نقص اشباع می‌کنند، در حالی که روزنامه‌ها، مجلات و اخبار تلویزیون حریصانه درباره جستجوی بی‌پایان برای داستان عاشقانه و عشق میان بازیگران و افراد مشهور گزارش می‌دهند. پس جای تعجبی ندارد که مردمی که اخیراً در امریکا و کانادا مورد پیمایش قرار گرفتند، رابطه عاشقانه رضایتمندانه را به عنوان هدف اول خود و بالاتر از موفقیت مالی و شغلی رضایتمندانه انتخاب کردند. پس لازم است بفهمیم که عشق چیست، چطور آن را به وجود بیاوریم و چطور ماندگارش کنیم. خوشبختانه در طول 2 دهه گذشته فهم جدید انقلابی و هیجان انگیزی از عشق در حال ظهور بوده. ما حالا می‌دانیم که عشق اوج تکامل و قاطع‌ترین مکانیزم بقا برای بشر است. نه به این دلیل که ما را تحریک می‌کند تا جفتگیری و تولید مثل کنیم. ما بدون عشق هم قادر به این کار هستیم. بلکه چون عشق ما را به سمتی می‌کشاند که از نظر احساسی با اندک افراد ارزشمند دیگری پیوند بخوریم که به ما پناهگاهی امن در برابر طوفان‌های زندگی عرضه می‌کنند. عشق محافظ ماست و طراحی شده تا حفاظت احساسی فراهم کند و ما بتوانیم با ناملایمات زندگی کنار بیاییم. این محرک برای دلبستگی احساسی تا کسی را پیدا کنیم که بتوانیم برگردیم و به او بگوییم محکم در آغوشم بگیر، در ژن‌ها و بدن ما قرار گرفته است. عشق مثل میل به غذا، پناهگاه یا رابطه پایه‌ای برای زندگی، سلامتی و شادی است. ما به دلبستگی احساسی به افراد اندک دیگری نیاز داریم که قابل تعویض نیستند تا از نظر فیزیکی و ذهنی سالم بمانیم. نظریه جدید دلبستگی نشانه‌هایی از هدف واقعی عشق برای مدت زیادی در جریان بوده است. در سال 1760 یک اسقف اسپانیایی که برای مافوقهایش در روم نامه می‌نوشت متوجه شد که بچه‌های سرراهی در پرورشگاه‌ها با اینکه پناهگاه و غذایی برای خوردن داشتند مدام از غصه می‌مردند. در دهه‌های 30 و 40 در راهروهای بیمارستان‌های امریکایی بچه یتیم‌هایی که از نوازش و تماس احساسی محروم بودند دسته دسته جان می‌دادند. همچنین روانپزشک‌ها شروع به شناسایی کودکانی کردند که از نظر فیزیکی سالم بودند اما لاقید و بی‌عاطفه به نظر می‌رسیدند و نمی‌توانستند با دیگران ارتباط برقرار کنند. دیوید لوی که مشاهداتش را در مقاله‌ای در سال 1937 گزارش داد، رفتار چنین کودکانی را به قحطی احساسی نسبت داد. نه رنه اسپیز تحلیلگر امریکایی در دهه 40 عبارت ناکامی در کامیابی را برای بچه‌هایی به کار برد که از والدینشان جدا شده بودند و در غم و غصه‌ای تضعیف کننده گیر کرده بودند.
اما این موضوع برای جان بالبی که روانپزشکی بریتانیایی بود هنوز بی جواب باقی مانده بود. بگذارید صادق باشم. به عنوان یک روانشناس و یک انسان اگر قرار بود به کسی برای ارزشمندی تفکراتش جایزه‌ای می‌دادم، آن جایزه را به جای فروید یا هر کس دیگری که برای مردم اسمی آشناس به جان بالبی می‌دادم. بالبی رشته مشاهدات و گزارش‌ها را جمع کرد و آنها را به شکل یک نظریه منسجم و استادانه دلبستگی در هم تنید. بالبی که پسر یک باروند بود در سال 1907 به دنیا آمد و به شیوه طبقه مرفه توسط پرستارهای بچه و زنان خدمتکار بزرگ شد. والدینش بعد از اینکه جان 12 ساله شد اجازه دادند که سر میز شام به آنها ملحق شود. آن هم فقط برای دسر. او را به مدرسه شبانه روزی فرستادند و بعد وارد کالج ترینیتی در کمبریج شد. زندگی جان وقتی از حالت سنتی خارج شد که او داوطلب شد تا برای مدارس شبانه روزی خلاقانه‌ای کار کند که مخصوص بچه‌هایی بودند که از نظر احساسی ناسازگار بودند و به جای نظم شدید معمول حمایت احساسی ارائه می‌کردند. بالبی که فریفته تجربیاتش شده بود به دانشگاه پزشکی رفت و بعد دوره روانپزشکی را گذراند که شامل تحمل 7 سال روانکاوی بود. ظاهراً او از نظر روانکاوش بیمار سرسختی بود. بالبی تحت تاثیر مربیانی مثل رونالد فیبر بود که بحث می‌کرد فروید نیاز به افراد دیگر را دست کم گرفته است و به همین دلیل علیه این گفته حرفه‌ای که معمای مشکلات بیماران در تضادهای درونی آنها و رویاپردازی‌های ناخودآگاهشان است طغیان کرد. بالبی اصرار داشت که مشکلات اساساً بیرونی هستند و ریشه در روابط واقعی با افراد واقعی دارند. بالبی با کار کردن با کودکان آشفته در کلینیک هدایت کودک در لندن کم کم به این باور رسید که افت روابط با والدین این بچه‌ها را تنها با چند راه اندک و منفی برای کنار آمدن با احساسات و نیازهای اساسی تنها گذاشته است. بعداً در سال 1938 بالبی کارش را به عنوان متخصص بالینی تحت نظر روانکاو برجسته ملانی کلاین آغاز کرد و پسر بیش فعالی به او سپرده شد که مادری به شدت مضطرب داشت. با این حال بالبی اجازه صحبت با مادر را نداشت چون تصور می‌شد که فقط تجسمات و خیال پردازی‌های بچه اهمیت دارد. این قضیه بالبی را بسیار خشمگین کرد. تجربه‌اش ترغیبش کرد تا فکر خودش را تحریزی کند. اینکه کیفیت ارتباط با عزیزان و محرومیت احساسی زودهنگام کلید رشد شخصیت و شیوه همیشگی یک فرد برای ارتباط با دیگران است. در سال 1944 بالبی اولین مقاله را در حوزه خانواده درمانی به نام 44 دزد نوجوان منتشر کرد و در آن اشاره کرد که پشت ماسک بی‌تفاوتی بدبختی نامحدودی است و پشت بی‌عاطفگی ظاهری یأس. مجرمان کم سن و سال بالبی در حالت دیگه هیچ وقت آسیب نمی‌بینم خشک شده و از شدت استیصال و خشم فلج شده بودند. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان جهانی بهداشت از بالبی خواست تا روی کودکان اروپایی بیخانمانی که رها شده بودند و جنگ یتیمشان کرده بود مطالعه‌ای انجام دهد. یافته‌های بالبی باورش به واقعیت قحطی احساسی و عقیده‌اش به اینکه تماس مهربانانه به اندازه تغذیه فیزیکی مهم است را تایید کرد. بالبی در کنار مطالعات و مشاهداتش تحت تاثیر افکار چارلز داروین قرار گرفت که چطور انتخاب طبیعی به سمت واکنش‌هایی تمایل دارد که به بقا کمک می‌کنند.
بالبی به این نتیجه رسید که نزدیک نگه داشتن دیگران با ارزش تکنیک بقای هوشمندانه‌ای بود که توسط تکامل درون ما قرار گرفته بود. نظریه بالبی رادیکال بود و با سر و صدا رد شد. در واقع تقریباً باعث شد از جامعه روانپزشکی بریتانیا بیرون انداخته شود. عقیده معمول بر این اساس بود که نوازش از سوی مادر و بقیه اعضای خانواده بچه‌ها را به شدت وابسته بار می‌آورد و به بزرگسالانی بی‌کفایت تبدیل می‌کند. حفظ یک فاصله منطقی و مشخص راه مناسبی برای تربیت بچه‌ها بود. این فاصله مشخص حتی وقتی کودکان مضطرب و از نظر فیزیکی مریض می‌شدند هم حفظ می‌شد. در دوره بالبی والدین اجازه نداشتند با بچه‌های بیمارشان در بیمارستان بمانند. آنها باید بچه‌ها را دم در تحویل می‌دادند. در سال 1951 بالبی و مددکار اجتماعی جوانی به نام جیمز رابرتسون فیلمی به نام کودک 2 ساله‌ای به بیمارستان می‌رود ساختند و به شکل تصویری اعتراض خشمگینانه، وحشت و یأس دختر کوچک را از تنها ماندن در بیمارستان نشان دادند. رابرتسون فیلم را با این امید به جامعه سلطنتی پزشکی در لندن نشان داد که پزشکان استرس کودک در جدایی از عزیزانش و نیاز به ارتباط و احساس راحتی را درک کنند. فیلم به عنوان کلاهبرداری رد و تقریباً ممنوع شد. تا دهه 60 در بریتانیا و امریکا والدین همچنان فقط اجازه داشتند برای 1 ساعت در هفته به فرزندانشان که در بیمارستان بستری بودند سر بزنند. بالبی باید راه دیگری پیدا می‌کرد تا آنچه از ته غرب می‌دانست را به دنیا ثابت کند. یک محقق کانادایی به نام مری اینزوورز که دستیار بالبی شد به او در این راه کمک کرد. اینزوورز آزمایشی بسیار ساده‌ای طراحی کرد تا به 4 رفتاری توجه شود که خودش و بالبی معتقد بودند برای دلبستگی اساسی هستند. اینکه ما به نزدیکی احساسی و فیزیکی با عزیزانمان نظارت داریم و حفظش می‌کنیم که وقتی نامطمئن و ناراحت هستیم با احساس افسردگی زندگی می‌کنیم و به این فرد مراجعه می‌کنیم که وقتی از هم جدا می‌شویم دلمان برای این فرد تنگ می‌شود و وقتی وارد جهان می‌شویم و به کاوش می‌پردازیم روی اینکه این فرد کنارمان باشد حساب باز می‌کنیم. این آزمایش موقعیت بیگانه نام گرفت و به معنای واقعی کلمه باعث تولید هزاران مطالعه علمی شد و روانشناسی رشد را متحول ساخت. محققی مادر و فرزندی را به اتاقی ناآشنا دعوت می‌کند. بعد از چند دقیقه مادر بچه را با محققی که سعی می‌کند راحتی مورد نیاز را فراهم کند تنها می‌گذارد. 3 دقیقه بعد مادر برمیگردد. این جدایی و دوباره کنار هم بودن یک بار دیگر تکرار می‌شود. بیشتر بچه‌ها وقتی مادرشان از اتاق بیرون می‌رود ناراحت می‌شوند. آنها خودشان را تکان می‌دهند، گریه می‌کنند و اسباب بازی‌ها را پرت می‌کنند. اما بعضی‌ها انعطاف‌پذیری احساسی بیشتری نشان می‌دهند. آنها سریع و به شکل مؤثر خودشان را آرام می‌کنند و وقتی مادرشان برمیگردد به راحتی ارتباط برقرار می‌کنند و وقتی مطمئن می‌شوند که مادرشان هنوز همان اطراف است شروع می‌کنند به بازی کردن. به نظر می‌رسد آنها مطمئن هستند که در صورت نیاز مادرشان آنجا خواهد بود. با این حال بچه‌هایی با انعطاف‌پذیری کمتر مضطرب و تهاجمی هستند یا موقع برگشت مادرشان بی‌علاقگی و فاصله نشان می‌دهند. بچه‌هایی که می‌توانند خودشان را آرام کنند معمولاً مادرانی خونگرم‌تر و علاقه‌مندتر دارند، در حالی که مادران بچه‌های عصبانی در رفتارشان قابل پیش‌بینی نیستند و مادران بچه‌های بی‌علاقه خشک‌تر و بی‌توجه‌ترند. در این مطالعات ساده درباره قطع ارتباط و ارتباط مجدد، بالبی عملاً عشق را دید و شروع به رمزگشایی از الگوهایش کرد. نظریه بالبی
چند سال بعد و وقتی او سگانه مشهوری درباره دلبستگی، جدایی و فقدان انسان تولید کرد، رواج بیشتری پیدا کرد. همکار بالبی، هری هارلو که روانشناسی در دانشگاه ویسکانسین بود، با گزارش تحقیق دراماتیک خودش روی بچه میمون‌هایی که موقع تولد از مادرشان جدا شده بودند، توجه را به قدرت آنچه راحتی ارتباط مینامید جلب کرد. او کشف کرد که نوزادان منزوی آنقدر تشنه ارتباط بودند که وقتی از آنها می‌خواستند تا بین مادری که با سیم ساخته شده بود و غذا میداد و مادری با لباس نرم که غذا نداشت یکی را انتخاب کنند، تقریباً هر بار مادری با لباس نرم را انتخاب می‌کردند. آزمایش‌های هارلو به طور کلی سمی بودن انزوای زودهنگام را نشان می‌داد. بچه میمون‌هایی که از نظر فیزیکی سالم بودند و در طول سال اول زندگی از مادرشان جدا می‌شدند، به بزرگسالانی تبدیل می‌شدند که از نظر اجتماعی فلج بودند. میمون‌ها نمی‌توانستند توانایی حل مشکل یا درک اشارات اجتماعی دیگران را در خود ایجاد کنند. آنها افسرده و خود تخریبگر می‌شدند و قادر به جفتگیری نبودند. نظریه دلبستگی که ابتدا مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفت، سرانجام روش‌های تربیت کودک در امریکای شمالی را متحول کرد. حالا وقتی کنار بچه‌ام که به تازگی آپاندیسش را عمل کرده می‌خوابم، از جان بالبی ممنونم. امروزه به شکل گسترده‌ای پذیرفته شده که کودکان نیاز مسلمی به نزدیکی احساسی و فیزیکی امن و دائمی دارند و ما با نادیده گرفتن این موضوع هزینه گزافی می‌پردازیم. عشق و بزرگسالان. بالبی در سال 1990 درگذشت. او آنقدر زنده نماند تا دومین انقلابی را ببیند که جرقه‌اش با کار او بود. به کارگیری نظریه دلبستگی برای عشق بزرگسالان. بالبی خودش مدعی بود که بزرگسالان همان نیاز به دلبستگی را دارند. او با مطالعه روی بیوه‌های جنگ جهانی دوم کشف کرده بود که آنها الگوهای رفتاری مشابه کودکان بیخانمان را نشان می‌دادند و این نیاز نیرویی است که روابط بزرگسالان را شکل می‌دهد. اما باز هم نظراتش رد شد. هیچ کس انتظار نداشت یک مرد انگلیسی کم حرف از طبقه مرفه و محافظه‌کار معمای عشق رمانتیک را حل کند. فکر می‌کردیم دیگر همه چیز را درباره عشق می‌دانیم. عشق به سادگی شیفتگی جنسی پنهان و کوتاه‌مدت و همان غریزه اساسی فروید است که شکل دیگری به خود گرفته، یا شکلی از نیاز برای تکیه کردن به دیگران است، یا حالتی اخلاقی است، فداکاری و از خودگذشتگی و بیشتر از اینکه به نیاز داشتن با دریافت محبت مربوط باشد، به بخشندگی مربوط است. با این حال دیدگاه دلبستگی نسبت به عشق به شدت خارج از مرزهایی بود، یا شاید هنوز هم هست، که تفکرات مسلم روانشناختی و اجتماعی در فرهنگمان از بزرگسالی دارد. اینکه بالغ شدن یعنی مستقل و خودکفا شدن، مفهوم جنگجوی آسیب ناپذیری که به تنهایی با زندگی و خطر مواجه می شود. مدت هاست که در فرهنگمان تنیده شده. جیمز باند را در نظر بگیرید که یک مرد نمادین غیر قابل نفوذ است و همچنان بعد از 4 دهه به قوت خود باقی است. روانشناس‌ها از واژه‌های یکپارچه، هموابسته، همزیست یا حتی یکی شده استفاده می‌کنند تا افرادی را توصیف کنند که ظاهراً قادر نیستند خودکفا باشند یا خودشان را با دیگران ثابت می‌کنند. در مقابل، بالبی درباره وابستگی مؤثر حرف زد و اینکه چطور این توانایی که از گهواره تا گور برای حمایت احساسی به دیگران روی بیاوریم نشانه و منبعی از قدرت است. تحقیقاتی که وابستگی بزرگسالان را مستند می‌ساختند درست قبل از مرگ بالبی آغاز شدند. فیل شیور و سیندی هازان، روانشناسان اجتماعی که آن موقع در دانشگاه دنور بودند، تصمیم گرفتند از زوجها
سوالاتی درباره روابط عاشقانه‌شان بپرسند تا ببینند که آیا همان واکنش‌ها و الگوهای مادرها و بچه‌ها را از خود بروز می‌دهند یا نه. آنها یک آزمون عشقی نوشتند که در اخبار راکی مانتین به شکل محلی منتشر شد. بزرگسالان در جوابهایشان از نیاز به نزدیکی احساسی از سوی شریک زندگیشان حرف زدند و اینکه وقتی ناراحت هستند اطمینان خاطر می‌خواهند که شریک زندگیشان واکنش نشان می‌دهد و وقتی احساس استیصال و فاصله از عزیزانشان دارند آشفته می‌شوند و وقتی می‌دانند فرد مورد علاقهشان در کشف دنیا پشتشان است اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنند. آنها به شیوه‌های متفاوت برخورد با شرکای زندگیشان هم اشاره کردند. وقتی به شریک زندگیشان اعتماد داشتند می‌توانستند به سادگی بروند سراغش و ارتباط برقرار کنند، اما وقتی احساس ناامنی داشتند مضطرب، عصبی و کنترلگر می‌شدند یا از ارتباط با یکدیگر خودداری کرده و فاصلهشان را از هم حفظ می‌کردند. درست همان چیزی که بالبی و اینورس درباره مادران و بچه‌ها متوجه شده بودند. هازان و شیور مطالعات رسمی و جدی را پی گرفتند و نتایج آزمون و نظریات بالبی را تقویت کردند. کار آنها آغازگر سیری از تحقیقات بود. حالا صدها مطالعه پیشبینی‌های بالبی درباره وابستگی بزرگسالان را تایید می‌کنند و شما می‌توانید ارجاع به آنها را در این کتاب پیدا کنید. نتیجه کلی، حسی از ارتباط ایمن بین شرکای رمانتیک، کلید روابط عاشقانه مثبت و منبع عظیم قدرت برای افرادی است که در این روابط قرار دارند. سایر نتایج قابل توجه‌تر عبارتند از در کل وقتی احساس امنیت می‌کنیم که با نزدیکی احساس راحتی می‌کنیم و در مورد تکیه به عزیزمان اطمینان خاطر داریم. در طلب حمایت بهتر هستیم و همینطور در حمایت کردن. در مطالعه‌ای که روانشناسی به اسم جف سیمپسون از دانشگاه مینوسوتا انجام داد، هر کدام از 83 زوجی که با هم در رابطه بودند پرسشنامه‌هایی درباره رابطه‌شان پر کردند و بعد در اتاقی نشستند. به زنها هشدار داده شد که به زودی در فعالیتی شرکت می‌کنند که برای بیشتر آدم‌ها اضطراب‌آور است، فعالیتی که از آن اسمی برده نشد. زنهایی که خودشان را در پرسشنامه‌ها با احساس امنیت در روابط عاشقانه توصیف کرده بودند، توانستند ناراحتی خود به خاطر تکلیفی که قرار بود به زودی انجام بدهند را صریحاً ابراز کنند و از شریکشان حمایت بطلبند. زنهایی که معمولاً نیازهای دلبستگی خود را انکار کرده و از نزدیکی خودداری کرده بودند، در این لحظات بیشتر کنار کشیدند. مردها به دو شیوه به شریک زندگیشان واکنش نشان دادند. آنهایی که خودشان را در روابط انسان امنی توصیف کرده بودند، حتی بیشتر از حد معمول حامی شدند. شریک زندگیشان را نوازش کردند، به آنها لبخند زدند و آرامشان کردند. آنهایی که خودشان را به خاطر نیازهای دلبستگی معذب توصیف کرده بودند، وقتی شریک زندگیشان نیاز خود را بروز می‌داد، کمتر همدلی می‌کردند. به اضطراب آنها بهایی نمی‌دادند، صمیمیت کمتری نشان می‌دادند و تماس فیزیکی کمتری داشتند. وقتی حس می‌کنیم به شکل بی خطری به شریک زندگیمان پیوند خورده‌ایم، راحت‌تر با آسیب‌هایی که گاهی به ما وارد می‌کند کنار می‌آییم و وقتی از دستش عصبانی می‌شویم، احتمال کمتری وجود دارد که تهاجمی برخورد کنیم. ماریو میکولینسر از دانشگاه برایلان مطالعاتی انجام داد و از شرکت کنندگان پرسید که چقدر خودشان را در رابطه دارای تعامل می‌دیدند و وقتی کشمکشی رخ می‌داد چطور با خشمشان کنار می‌آمدند. موقع پاسخگویی ضربان قلبشان هم تحت نظر بود. آنهایی که احساس نزدیکی می‌کردند و می‌توانستند به شریک زندگیشان تکیه کنند، احساس خشم کمتری را گزارش کردند و نسبت به طرف مقابلشان
نیت بدخواهانه کمتری داشتند. آنها خودشان را با بروز خشمی کنترل شده تر توصیف کردند و اهداف مثبت‌تری مثل حل مشکلات و ارتباط مجدد با شریک زندگیشان را اعلام کردند. ارتباط ایمن با فرد مورد علاقه باعث افزایش قدرت است. میکولینسر در مجموع مطالعاتی نشان داد که وقتی ما حس می‌کنیم به شکل امنی با دیگران در ارتباط هستیم، خودمان را بهتر درک می‌کنیم و بیشتر خودمان را دوست داریم. وقتی فهرستی از اهداف ارائه شد تا آدم‌ها خودشان را توصیف کنند، افراد با حس امنیت بیشتر صفت‌های مثبت را انتخاب کردند و وقتی درباره نقاط ضعف از آنها سوال شد، به راحتی گفتند که از ایدئالشان کمترند، اما هنوز حس خوبی نسبت به خودشان دارند. همچنین میکولینسر همانطور که بالبی پیش بینی کرده بود متوجه شد که بزرگسالانی با روابط امن‌تر، کنجکاوتر بودند و نسبت به اطلاعات جدید ذهن بازتری داشتند. آنها با ابهام احساس راحتی می‌کردند و می‌گفتند از سوال‌هایی خوششان می‌آید که می‌شود به شیوه‌های مختلف به آنها پاسخ داد. در یک تکلیف رفتار فردی برای آنها توصیف شد و از آنها خواسته شد تا صفات مثبت و منفی فرد را ارزیابی کنند. شرکت کنندگانی که با شریکشان ارتباط بهتری داشتند راحت‌تر اطلاعات جدید درباره فرد را درک کردند و ارزیابی خود را بازبینی کردند. وقتی با کسی احساس امنیت و ارتباط می‌کنیم، دید بازتری نسبت به تجربیات جدید داریم و انعطاف پذیری در باورها آسان‌تر است. کنجکاوی ناشی از امنیت است و انعطاف ناپذیری به خاطر حساس بودن به تهدیدهاست. هرچه بیشتر بتوانیم سراغ شریک زندگیمان برویم، بیشتر می‌توانیم جدا و مستقل باشیم. هرچند این موضوع به دید فرهنگی ما از خودکفایی برمیگردد. بروک فینی، روانشناسی از دانشگاه کارنگی ملون در پیترزبورگ، دقیقاً همین نکته را در مشاهداتش از 280 زوج دریافت است. آنهایی که احساس می‌کردند نیازهایشان از سوی شریک زندگیشان پذیرفته شده است، نسبت به حل مشکلات به تنهایی اعتماد به نفس بیشتری داشتند و احتمال بیشتری در رسیدن به اهدافشان وجود داشت. من تا ابتدای وفور شواهد رو تونستم برای شما بخونم و دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو بتونم براتون بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. اگر از این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.